با سپرش قربان حکیمزاده رئیس ولایت قتلام به چمنگل بایمراد و زنی که با کودکش در شهر باختر در یک تاخانه عاری از عادی‌ترین شرایط زندگی میکرد خانه توفه کردند. ناصر جان مامورزاده سخنگوی رئیس ولایت قتلام گفت به چمنگل بایمراد و ساکن 39 ساله باختر و پسر 5 سالش یوسف جان خانه یک حجرگی با تمام شرایط تامین کرده شد. اینچنین به این عائله تلویزور، سر لباس، مواد غذایی و برای یوسف جان همچنین بازیچه های کودکانه ولسیپید توفه کردند. خبر داد ناصر جان مامورزاده. با اطلاع او این زن را با جای کار نیز تامین کرده پسرش یوسف جان را در کودکستان رقم 7 به طور رایگان زیر تربیت گرفتند. چمنگل بایمراد و که معیوب گروه سیوم است قبلا در تاخانه یکی از بناهای بلندآشیانه در قصبه چهارم شهر باختر در شرایط خیلی سخت زندگی میکرد. قصه پرگداز زندگی سخت این زن و فرزندش را چند روز پیش خبرنگار نشریه فرج رحمان علی دادرخوجایف رسانه‌ای کرد و لکه در پی 3 روز مقامات محلی با امر رئیس ولایت قتلان قربان حکیمزاده به کمک او و کودکش رسیدند.